امروز ما با دلهای آلوده از غم و اندوه در اینجا جمع شده ایم. ما مردم پاکستان، به ویژه مردم غیور منطقه پلوال، خود را در غم برادران ایرانی شریک می دانیم. شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای نه تنها برای ایران بلکه برای تمام ملت تشیع و جهان اسلام ضایعی بزرگ است. پیوند ما تنها همسایگی نیست بلکه پیوند عقیده و ایمان است. ما پیروان حیدر کرار هستیم و به همین دلیل مانند یک پیکر واحد می باشیم. این تظاهرات و راهپیمایی که در خیابانه های پلوال مشاهده می کنید گواهی است بر این حقیقت که مرزها نمی توانند دلهای ما را از هم جدا کنند. ما در این لحظات سخت شانه به شانه در کنار ملت غیور ایران ایستاده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.